أين الرجال؟ به نام الله ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسان باد که به ایشان پیروی کردند. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. موضوع برنامه امروزه ما کلمه به پایان الله چنگ زن، مستحکم دار می باشد. الله متعال می گوید: استمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. چیزی را که برایت وحی شد مستحکم دار، هر آینه تو در راه راست هستی. کلمه مستحکم دار در زبان عربی در ریشه خود حرفهای الوهگی دارد. از این رو آن از کلمه دار فرق می کند. چنگ زدن یا مستحکم داشتن معنایش با دندانهای کرسی داشتن می باشد، چنانه که در قرآن آمده است کتاب را مستحکم دار. برای همین مضمون آیت به چیزی که برایت وحی شد چنگ زن می باشد، یعنی به قرآن و سنت. و اگر تو به آن چنگ زنی، یعنی آن را مستحکم بداری و آن را با غیرت و استواری حمل نموده برای تطبیقش فعالیت بری و آن را با غیرت و اصرار پهن کنی، این وحیی که به تو نازل شده بود حاکم گشته به هر یک خاندان وارد گردد. همین طور فرمان به مستحکم داشتن وحی و چیزهای در آن آمده که الله تعالی به پیغمبر خود محمد صلی الله علیه و سلم فرمود، فرمان به تمام مسلمانان برای مستحکم داشتن آن می باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من میان شما دو چیز را باقی میگذارم، اگر به آن چنگ زنید هیچگاه از راه حق گمراه نمیشوید، قرآن و سنت خود را. سپس صلی الله علیه و سلم فرمودند: سنت من و سنت خلیفه های راشد هدایت یافته را لازم دارید و آن را با دندانهای کرسی مستحکم دارید. با دندانهای کرسی چیزی را مستحکم داشتن معنای به همان چیز چنگ زدن را دارد. برای همین اگر مسلمانان چنگ زدن به دین خود را آغاز نمایند، این کار حتما آنها را به سربلندی و به نسبتشان احترام گذاشتن دیگران آورده می رساند. این چنین نتیجهش آن خواهد شد که الله به آنها یاری کرده آنها را پیروز گرداند. امروز در مسئله رعایت دین یک اندازه بی‌پروایی یا ضعیفی که بعد برهمخوری خلافت اسلامی شروع شد به مشاهده می رسد. ما می خواهیم به مسلمانان کمک کرده آنها را به این کار تله دهیم و از آنها طلب کنیم که بر اسمان مستحکم الله که به پیغمبر گرامی ما صلی الله علیه و سلم نازل شده بود چنگ زنند و می خواهیم که صداقت به دین را جزء جدا نشونده کار دعوت ساخته در دعوت کردن مسلمانان و غیر مسلمانان به اسلام آن را کمک رسانی هر روزه مان گردانیم تا اینکه با سبب مستحکم داشتن دین الله او تعالی وعده خود را برایمان عملی سازد. بنابراین ما شما را به مستحکم داشتن کتاب الله و سنت رسولش صلی الله علیه و سلم فرا می‌خوانیم. ای مسلمانان، من به الله برای خود و شما استغفار میگویم. السلام علیکم. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند، پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات میگردد.